یک هواپیمای نظامی روسیه که در داخلش 65 سرباز اسیر افتاده اوکراین نیز بودند در قلمرو ولایت بلگراد روسیه به زمین برخورد. حادثه روز 24 ژانویه روی داد. وزارت مدافع روسیه گفت به جز از اسیران اوکراینی در هواپیما 9 نفر دیگر بودند. والی بلگراد ویاچسلاو گلادکوف خبر داد که همه مسافران هواپیما 74 نفر جان باختند. در نوار شبکه‌های اجتماعی دیده می شود که یک هواپیمای ایل 76 به زمین برخورده دو علنگه آتش به هوا بلند شده است. صدای ترکیش هم شنیده می شود. سخنگوی کرمل دمیتری پسکوف به خبرنگاران گفت که حالا به شرح این حادثه حاضر نیست، زیرا معلومات کافی جمع نکرده است. رسانه اوکراینی اوکراینسکا پراودا با تکیه به منبع‌هایش در نیروهای مسلح اوکراین ابراز داشته است که مسئول سقوط هواپیما نظامیان اوکراینی می باشند. با قول این منبع‌ها در هواپیما موشک‌های S-300 انتقال داده می‌شد. بعد مدت این خبر پاک کرده شد. چند پیش از حادثه نیروهای روسیه اطلاع داده بودند که در حریم هوایی بلگراد یک هواپیمای بدون سرنشین را سرنگون کردند. شبکه تلگرامی مش ادعا دارد که هواپیمای روسی از جانب نیروهای مسلح اوکراین توسط نظام موشکی پاتریوت سرنگون شده است. طبق اطلاع شبکه مذکور این هواپیما الکی برای رسانیدن محبوسان استفاده می شد. از این رو به فرودگاه بسته بلگراد کاملا آزاد پرواز می کرد. در این باره شبکه استراژنا نوستی نیز با استفاده از نوارهای شبکه اول از رفت تبادل اسیران در ماه ژانویه تاکید کرده است. مقامات اوکراین این حادثه را شرح ندادند. وکیل دومای دولتی اندری کارتاپالوف گفت که یک هواپیمای دیگر ایل 76 که در آن تقریبا 80 اسیر اوکراینی بودند توانستند از راه برگردند. با گفته او مقامات اوکراین درباره تبادل قریب الوقوع و شیوه انتقال محبوسان آگاه بودند. کارتاپالوف تخمین کرد که هواپیما با 3 موشک از نظام موشکی ضد هوایی پاتریوت یا ایریس تی ای استحصال آلمان زده شده است. بعدتر وکیل در صحبت با تلگرام کانال شاد گفت که فعلا درباره مبادله حرفی بودن نمیتواند. رئیس دومای دولتی ویاچسلاو ولودین به دومای دولتی دستور داد که در رابطه با سقوط هواپیمای ایل 76 در کنگره ایالات متحده آمریکا و بوندستاگ آلمان سخنرانی کند.